ولی اگه نمره سالانت زیر 7 شد متاسفانه کاری نمیشه کرد، باید بری شهریور امتحان بدی، مردود و قطعی است. سلام، روزتون بخیر. خب خیلی از بچه‌ها دارن میپرسن که تک ماده چیه، اینو افتادم اونو قبولم، تبصره چجوری استفاده کنم. با یه جدول جمع و جور میخوام در مورد تک ماده و تبصره بهتون توضیح بدم. تک ماده و تبصره یه چیز محسوب میشه، این دو تا اصلا جدا نیستن. مبنا رو گذاشتم نمره ورقت. ببین نمره ورقت اگر زیر 7 شده، بذار دیگه بدترین حالت رو اول بگم. اگه نمره ورقت زیر 7 شده، باید بیای نمره سالانه رو حساب کنی. نمره سالانه رو فرمولش رو بهتون میگم. نمره سالانه رو حساب میکنی. اگه سالانه بالای 10 شد، با یه تک ماده ریز میای این زیر 7 تو اوکی میکنی. حتی اگه شده باشی 4، یه تک ماده میزنی اوکی میشه. اگه نمره سالانت بین 7 تا 10 بود، باید دوباره تک ماده کن که کل قضیه اصلاح شه. ولی اگه نمره سالانت زیر 7 شد متاسفانه کاری نمیشه کرد، باید بری شهریور امتحان بدی، مردود و قطعی است. حالا اگه نمره ورقت بین 7 تا 10 بود چی؟ مثلا شدی 8. اینجا هم دوباره میای نمره سالانت رو حساب میکنی. اگه 10 و بالا 10 شد که اصلا قبولی. خیلی جالبه. 8 شدی ها. ولی اگه نمره سالانت 10 و بالا 10 باشه، قبولی قطعی داری. اگه نمره سالانت بین 7 تا 10 بشه، باز دوباره یه تک ماده ریزی میزنی که اصلاح شه. اگه نمره سالانت زیر 7 شه، کاری نمیشه کرد دوباره. پس نمره سالانه معیار خیلی مهمیه. اگر ورقت 10 و بالا 10 هم بشه همینطور. نمره سالانه معیار مهمیه. اگه نمره سالانه زیر 7 شه، طرف مردوده با اینکه اینو 10 شده. که حالا بعید این اتفاق بیفته. اگر 10 بشی و نمره سالانت بین 7 تا 10 باشه، یه تک ماده میتونی بزنی حلش کنی. اگه جفتش هم 10 بشه که قبولی قطعیه. حالا بریم فرمول نمره سالانه رو ببینیم. اینم فرمول نمره سالانه با ضرایب مستمر اول و پایانی اول و مستمر دوم و پایانی دوم. یه اسکرین شات بنداز داشته باشی. آخرین نکته، تعداد مجاز تک ماده ما چند تاست؟ 2 تا درس نهایی رو میتونی تک ماده کنی با 2 تا درس داخلی. اون جدولی که آورده بودم بر اساس نمره ورقه بود، بر اساس نمره سالانش رو هم آوردم. اگه دوست داری اسکرین شات ازش بنداز.